این احمق میگوید که حج خرافات است و آموزگاری که به حج رفته است دیگر حق درس دادن ندارد و نباید درباره حج که افراطگرایی و خرافات است با کودکان صحبت کند. برای خودتون حج کردید. اومده که تشخیص تغییر نبرید. از خود کودک با افراطی پرستی و خرافات پیوست نکنید. اما خداوند در قرآن کریم می‌فرماید اولین خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد مکه مبارکه میباشد و می‌فرماید هر کس به آن داخل شود در امان است. آیا این سخن خدا درباره آرامی و امنیت است یا درباره افراطگرایی و خرافات؟ خداوند به حضرت ابراهیم و اسماعیل امر کرد که کعبه را از نو بسازند و آیین حج را زنده نمایند. همان خانه‌ای که وقت لشکر فیلسوار ابرهه برای ویران کردن آن آمدند با قدرت خدا با واسطه پرندگان ابابیل نابود شدند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیز چندین بار همراه هزاران مسلمان به زیارت خانه خدا رفتند و این سنت را زنده نگاه داشتند. آیا پیامبران الهی خرافات پرست و افراطگرا بودند؟ خداوند مکه را مبارک و حج را فرض گردانیده است و اگر کسی این حکم الهی را انکار کند کافر می شود و همانگونه که سپاه ابرهه را نابود کرد دین ستیزان زمانوی را نیز از بین خواهد برد. به نظر شما آیا زیارت خانه خدا خرافات پرستی است؟